با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نوحه مسچو کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده در برابر بنیاد انشاءات تعیناتش گوناگون با آباد و منفرش نمودن راه توجه روانه شده است. این تدبیر بنیادکاری در همه جماعت‌های دهات به نظر رسیده مردم با حس بلند وطندوستی و احساس مسئولیت در آبادی دیار خود سهم می‌گذارند. اخیراً با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه مسچو سهم ساکنان و دستگیری صاحبکاران محلی در جماعت دهات پالدورک راهی اساسی محله گلستان با درازی بیش از 1.5 کیلومتر منفرش کرده شد. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. این هم باشد در جماعت دهات پالدورک نوحه مسچو زیاده از 18 کیلومتر راهها به پرگی منفرش کرده شدند با سهم صاحبکاران و مردم محل. با اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه با سهم ساکنان و دستگیری صاحبکاران محلی بیش از 20 کیلومتر راههای محلی منفرش کرده است. این تدبیر مهم امکان می‌دهد که به خطری حرکت در راه تامین و بر رشد ساحه‌ها زمینه گذاشته شود. مسئولین میگویند که در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروزها در نوحه مسچو کارهای آبادانی با مرام ادامه داشته با دستگیری صاحبکاران و اشتراک فعالانه ساکنان راه‌های داخل دهات منفرش گردیده شده است. ما چقدر که آباد میکنیم برای خودمون میکنیم، برای ملت میکنیم، برای دیار میکنیم. میخواهیم که همیشه تاجیکستان ما آباد باشد. در نوحه مسچو با استفاده از روزهای مناسب منفرش نمودن راه‌ها ادامه دارد و مسئولین نقشه دارند که تا آخرین موسم راه‌های دیگر جماعت‌های دهات را با طلبات زمان موافق سازند. با شرافت استقلال دولتی در برابر مرکزهای شهر و نوحه‌ها دهات دوردست هم آباد و زیبا گردیده با بنیاد انشاءات تعیناتش گوناگون تعمیر و منفرش شدن راه‌های ماشینگرد، کوچه و خیابان‌ها شرایط زندگی مردم روز از روز بهتر می‌شود. مثال این گفته‌ها را می‌توان در دهات دوردست نوحه مسچو مشاهده نمود. تمام کوشش‌ها به آن روانه شده است تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جماعت‌های دهات سیمای نو را کسب نموده ساکنان سربلند و مهنت‌دوستش با دستاوردهای ارزنده جشن فرخنده ملی را استقبال بگیرند.